سلام خدمت شما بیننده ها و شنونده های عزیز. قسمی که در تصاویر میبینین ما در اتاق یا خانه صابرخان هستیم. صابرخان قسمی که دیده میشه از دو پای شل است و در این خانه تک تنها بدون زن و فرزند زندگی میکنن. قسمی که صابرخان قبلا به ما گفتن صابرخان یک وقت جوان بودن، یک وقت صحت و سلامت بودن، فامیل داشتن، فرزند داشتن، ولیکن خواست پروردگار بوده، خانمشان هم طلاق گرفت، یک پسرکشان هم وفات کرد. در این خانه شبها و روزها را تنها سپری میکنن و با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند. صابرخان میشه که جزئیات بیشتر از زبان خودت بشنویم. زن رفت، بچه مرد، این مثال تقریبا برمی اول زندگی میکنیم، دیگه کار و بار نمیتونیم، درآمد نداریم، مثال چیز پول و پیسه هیچ چیز دیگه هم نداریم، کارش مثال خلاص شده، ما مریض هستیم، فلج هستیم، نانی به خوردن نداریم، مثال نان بخوریم، این دیگه مثال نمیشه و روز میگیم روز دیگه میگیریم، دیگه کار و بار درآمد ما دیگه نداریم. اگر کسی کمک همکاری همراه ما بکنه خانه شاباد، تشکر زیاد. دیگه ما مثال چیز یعنی 5 ماه است تا دیگه مثال هفته یک دو سال پای مصرف میگیریم، دیگه کار دیگه نیست، چیزی نیست. سرم باشه که هستی دیگه سوش دیگه کار بار نداریم، مثلا کلگی جو پرست. قبلا که صحتمند بودی چی کار میکردی؟ چی شد که از دو پای شل شده خودت؟ و این یک سال چی تو تنها سپری کردی؟ خانمت کجاست؟ اشتکایت کجاست؟ مثال چند سال پیش جا بودم، زن داشتم، اولاد داشتم، بچه من مرد، زن من مثال دیگه اقتصاد ضعیف است، کار و بار نیست، درآمد ندارم، پیسه ندارم، زن خیلی رفت به خاطر مشکلات زندگی. این تنها به خودم یک اولی ماندیم، نمیشه توکل به خدا میکنیم، اگه داشتیم میخریم، نداشتیم صبر خدا رو میکنیم. هر کسی که ما همکاری کرد خانه شاباد نکردن تشکر زیاد. ما سرکه زور و قرض و مثال چیزا نداریم که به این کارا فلان بیام با پیسه ما رو بدیم. دی خانه که دیده میشه یک کندیواله از زندگی هم دیگه خیلی مشکل، روشنی هم نیست، برق هم نداری و فکر کنم چپرکت است که خودت دیجا شبها و روزا را سپری میکنی میگذرونی. فعلا مشکلات صحیتان چه رقم است؟ غذایتان کی پخته میکنه؟ تشکر زنده باش کاکا. ما سرم بایسکل پایمون بایسکل ما سرم بایسکل از قایم بایسکل میرم به تشتا خالی میکنم، شاشه خالی میکنم، همه کار قایم بایسکل میکنم، یک پله چای نان میکنم میخورم. دیگه که بایسکل نباشه ما دیگه هیچ کاری کردن نمیتونیم. که ما سرم تخت خوا میکنیم، از سر تخت اگر زیر بغلطیم ما پاک بالاش نمیتونیم، به خاطر که پا فلج است، از این سینه پایین فلج است، از این سینه بالاش کار میکنه، از سینه پایین فلج است. اگر تا از این ما بغلطیم پس بالاش نمیتونیم. یعنی پایمون بایسکل ما میریم یک دقیقه بریم، میریم یک دقیقه داخل میایم، دیر ما گرفت میریم بریم، دیر ما نگرفت این خانه دیگه کار بار ما نمیتونیم. خدا مهربان است، تشویش نکنین. الله بزرگ رزق رو زیر خودش میرسونه. انشالله که انسان‌های خیر دلسوز هستند که شما را مانند شما کسایی که به بزاعت هستن مشکل دارن دستگیری بکنن. از طرف کسی تا هنوز براتون کمک همکاری شده یا نشده؟ کسایی که شما را به تصویر میبینند برای ازا چی گفتنی دارین؟
تشکر زنده باش کاکانی. از طرف هیچ کس کمک همکاری مطال نشد. نه مثال زمستان آمدگی سنه دوان خرد، نه چای مثالش، نه دیگه چیزی خدا ندارم دیگه، سنگ زغال چوب و هیچ چیزی خدا ندارم. هیچ کس هم کمک همکاری دارم ما کدی نیست. هر کسی که ما را میبینه کمک همکاری میکنه. زمستان دبیری هم نیست خانه شد. تشکر. درمان استیان حقدن امان استیان din و iman isteyen gece gündüz zikir eyler, gece gündüz zikir eyler. Şeytan sözüne bakmaz, hiç kese kara yakmaz, özge başmağın takmaz, gece gündüz zikir eyler, gece gündüz zikir eyler. بیننده های عزیز، قسمی که قصه های تلخ زندگی صابرخان رو شنیدین. خانواده‌ای هستند که در اینجا دچار مشکلات هستند و ما ارتباط میان شما و خانواده فقیر و غریب هستیم. کسایی که میخواهند که به همچه خانواده کمک بکنه انشاءالله که از طرف تیمیکاری ما و این خانواده میرسه. تشکر میکنیم از نوید جان، جوان دلسوز مهربان که یک مقدار مواد غذایی را که شامل برنج، آرد، روغن، چای، صابون، بوره، لوبیا، نخود و غیره می باشه و اینا کمک کردن. خداوند بزرگ خیرشان بده. صابرخان میشه که یک دعا بده کسایی که به شما و یک تا خانواده فقیر و غریب کمک میکنن، خداوند بزرگ به یا اجر نصیب بکنه و به شما به هم رضا شفا عاجل کامل نصیب بکنه ان شاء الله. تشکر. یک جان سپاس کاکا از شما، از کسای کمک همکاری هم ما کردگی هستند. یک جان سپاس. خداوند همیشه جور صحتمند باشند دیگه، حج برن در خیر پولدار زیاد پولش زیادتر شوند دیگه. کسایی که غریب هستن، غریب هم مثال دستگیری هم همراهش همکاری کمک بکنن. مثال مثل ما دیگه کسا دیگه ما که مثال کاربار نمیتونیم کمک کنیم، فرد هستیم دیگه و خداوند جور صحتمند باشند. درمان isteyen, haktan eman isteyen, din و iman isteyen, gece gündüz zikir eyler, gece gündüz zikir eyler. Şeytan sözüne bakmaz, hiç kese kara yakmaz, özge başmağın takmaz, gece gündüz